شود کمپیر. اگر اندکی دیگر صبر کنم یا باز از پای می افتم و دیگر نمی خیزم یا تو بر این بدادگویی می درایم. دردم پیر بچه روزه گرفتار شد. تقدیرمون آب از سر گذشته، رفته برای راحتون یگون دوشت کنم. کاشکی نمی آمد، نمی دیدم و نمی سوختم. این پارچه از نمایشنامه افسانه های موی سفید بود. طریق برنامه نقش پیشنهاد هر یک شما عزیزان دل و دیده و باور داریم که برنامه امروزه باز هم به شما غذای معنوی می بخشد و خاطراتون را نیز رنگین می سازد، چرا که ماهیت اثر پر از معنی، پر از فلسفه زندگی است که در نقش ها هنرمندان کسبی و شناخته تئاتر انتخاب شدند و با هنر نوتکرارشان توانستند که به قلب هر یک تماشابین راه یابند. صحبت‌آرای برنامه امروزه ما باشند قهرمان مرکزی این نمایشنامه، کارگردان، درامانویس تاجیک، هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبدالله هستند. درود به شما. روزگار خوب و خوش را به شما تمنا داریم. به شما. در آغاز می‌خواستیم بدانیم که این چندمین کار ایجادی یا خود مؤلفی شما هستی، صحنه‌گذاری شده است و از لحظه‌های پس پردگی آن چه خاطراتی داره؟ این اثر دویمی من است. اثر یکم کوهستانی نام داشت و آن خیلی سالهای زیاد روی صحنه بود و بعد همین تلویزیون سفینه از روی آن فیلم هم گرفت، فیلم برداری هم شده است. کوهستانی سال 1985 ما در همین جایی که حاضر ما ششته‌ایم، اینجا بوفتی تئاتر بود، کدام فستیوال تئاتری می رفتو. بعد در تنفس همینجا ما هم کسا برآمدیم ششتیم. عطا محمد جانوف روشان شد، اصلی برهانوف و طاهر صابرов. ما پس یک میز ششتیم همون بوفیدو. بعد اصلی برهانوف گفتند که نورالله بیگ، من همین نمایش توی تماشا کردم کوهستانیه، بسیار قلمت نغز، اکنون تو برای من یگان چی نویس. بعد من نوشتم این نمایشنامه، یعنی که دوام 2 سال من این نمایشنامه نوشتم. اون کس همین خیلی با محبت تا آخر گوش کردند و بعد گفتند که میدانی نورالله بیگ، همین اثرات بسیار من به معقول، لیکن من حس میکنم که قوتم نمیرسد. انا همین آن باری وزنینی که به سر موی سفید آمده است، انا همون بار من برداشتن نمیتونم. این نقش با اگر همین عطا بیگ گیری، همین عطا محمد جانوف، انا بسیار این کاری عجایب میشد. اون کس در همون سن و سالیان که همین خیلی نقش بازی کنند. اون کس نقش اساسی خودشان بازی میکردن. خیلی که من گفتم من در نقش همون نقشی که سلطان بابا مرادف بازی کرده است، همون حاضر بازی کرده است، همون چی. این نمایشنامه پیس دویم من و نمایشنامه کاری رژیسوری اولینی عطا محمد جانوف است. کاری اولینشان، کاری اولینی رژیسوریشان که خودشان رژیسوری کرده و با خودشان نقش اساسی بازی میکردن. بعدا شما انتخاب شده در نقش مرکزی. بعد بسیار خوب بازی کردند. چند وقت پریمیر این اسپکتاکل سال 1993 در کلاب برگزار گردید، در قصر کلاب. همون وقت فستیوال پرستو چی میکرد، همونجا ما این نشان دادیم و از اونجا بعد او را انتخاب کردن همچون نمایشنامه بهترین و روان کردن به شهر تاشکند به فستیوال نوروز. و در اونجا در شهر تاشکند او بهترین نقش مردانه عطا محمد جانوف چی کردن؟ صاحب گشتن. هم پیس همچون اثری بدهی خیلی چی و گویا که سزاوری جای اول شد، همچون اثری بدهی هم خودی پیسه.
و یکی از قهرمان ها بهترین نقش مردانه همون اتاکه، همون نقش مردانه همونجا گرفتن. طبیعی است که صحنه تئاتر به کس تجربه زندگی را می‌آموزاند. هنرمندان باشند ابرازهای اصلی را تغییر داده، نقش‌ها را از روی اثر با مهارت بلند خیلی زیبا دلکش می‌آفرند تا هر یک صحنه نمایشنامه در خاطره بیننده نقش بندد. برای هنرمند اصیل مثل شما هم کارگردان هم مؤلف بودن تا چه اندازه مشکل است؟ در اولی کار خیلی مشکل است. مثلا وقتی که من پیسه اولینم کوهستانی نوشتم، استاد شادروان خوشنظر میبلی روی صحنه آوردن، اونجا همگی دو قهرمان دارد. اصلا در این نمایشنامه موی سفید به کجا از می سفر دارد و چرا رنجور و غمگین است؟ این اثر اگر پای برده باشید، صحنه اولین این اثر این یعنی که صحنه آخری نشد. این صحنه آخرین اثر است. وقتی که موی سفید پیدا میشد خیلی غمزده و خیلی چی و به کجا سفر تیاری دیده ایستاده است، به کجا روانه است. من رفتم. تو بسیار گوشه نشینی نکن کمپیر. رفته زنی قهار را خبرگیر، مبارک باد کن. وای بچه اش از اسکری آمده است. یافته و تافتهش همان یک بچه. خیر، پناهتان به خدا. آقا جون، من چوی دم کردم، اما کمالکه رفتم؟ رفتم کلین، رفتم. خودشان به زور راه می روند و لیکن از گپشان نمی گرد. راحتان سفید، موی سفید. سلام علیکم. احوال اکم چی خیلی هنگا؟ اکاد رفتن اوه برا کوه رفتن ابرار جون. این اثرم اول نام داشت، نام اولش بود موی سفید به کوه می رود. بعدا تغییر داده. بعد تغییر دادیم، اتاکه گفتن که به این اثر من قاتلم نام کردن در کار. با این نامم همین خیلی چی شد. بعد خودم به همین افسانه های موی سفید وای کردم که این همون 8 منالوگی که در این چی هست، اگر تصور کنید انا همون فیض، همون نقشه که شادروان شیرالی ابوالقیس رو بازی میکنن، چوپانی در کوه بودگی، وای کار و گنگ است، وای نمیفهمد یگون چیه. این موی سفید به نزد همون دوستش رفته است که واقعی بسرش آمده به وای نقل کنند. بله. انا اکنون تصور کنید نقلی که موی سفید میکند وای به یگون کس رسانده نمیتواند. این موی سفید گویا افسانه است که خوابش به آب میگوید تمامی همون چی و غیر خودش هیچ کس نمیفهمد دیگر که این چی وای است. یعنی دوستی موی سفید با اسد از کجا پیدا شده است؟ اینا از بچگی دوستی هم دیگر بودند و اگر همون اثر چی کنید به همون گنگشوی هوایم اسدم همین موی سفید گناهگار است. چرا زندگی در نگاه موی سفید سرد و تاریک است؟ شاید سیری در قلبش نهفته است. و همین سیر در خود همون است که همین نمایشنامه بعد چند وقتی که اتاکه بازی کردند و بعد خودشون نزد من آمدن که نورالله جان، من بسیار وقت در کینوها بندم، در تمامی چی شوروی نمایشنامه نمایش خوشروی، بیا همین نقش من قطعی تو کار کنم، تو این نقش گیرو من همچون کارگردان کار میکنم همراهت و همین خیلم کردیم. از افتش تو در دنیا یگانه کسی هستی که مرا تا آخر گوش میکنی، گپم را نمیبری و سوالهای ناجای نمیدی. احوالم غزنین پسر،
کارم تمام. به این کتفا آنچنان باری گرانه فرآمده است که بارهای تمامی عمر با پشت کشیدم به آن دستاویز نمی شوند. میدانم مردم قشلاق مرا تسلا دادنی شده گمان میکنند که من بیگناهم. تو این کار را نکن. آره، دردم زور و من چاره آن را نمیدانم. در نمایشنامه هنگامی که موی سفید به ده برمیگردد، اهل خانواده همه سرجم و از دیدار یکدیگر خیلی خوشنودند. اما برابر شنیدن دره سیاهاب میگویند موی سفید در حال به غضب می آید. پشت این قضیه چی است؟ انا همون پسر نوشودش که از کایها برآمده رفته بود، از دیار هیم کدام مملکت های دیگر گشته است، از کجاها در کجای کیم گناه عظیمی کرده است. یعنی وی علاقه آدم کش است. وی علاقه نمی بیند آدمی دیگر. کسی که بیند همچون قصاب. اگر همین خیلی نگاه کنید وی جنگل با جنگلبان هم کشت. خرای همون امکش ابرار هر بار میکشد. همون چی که بچنگش زنند میکشد. اومد گوسفندای اسد چند بار دید. انا همون بعدی کدام خیانتی یگان کاری بدی کردهش آهسته آهسته و تمام اینترپول گفته ایستاده است، تمام جهان میکوبد، آهسته آهسته به همون دیار میبیاید، به تاجیکستان و به موی سفید خبر میدهد که به واسطه همون خیرلوی که بعد چی میکند که من ویا در شهر دیدم همون بچه ایتیا و گفت که تو پگاه با پیشوازی وی بیایی. انا بعد این موی سفید پیدا میشد کمک دیگر نباشد. این موی سفیدی بود که همه با وی نگاه میکرد، تمامی همیشه نگاهی نیک داشت، صمیمی بود. یعنی که همون گویا که تمامی رهبری همون قشلاق، تمامی مصلحت و چیو به موی سفید یگان چی نمیگذاشت. یعنی در محیط ده موی سفید احترام خاصه داشت. خیلی 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 همون گویا که همون پیری همون مردمی ده بود. وی انا همون برده در همون سیاها پنهان کرده است. مانند که مانده شده. آقا شما رفتکان تا دانگیر. دادا خوراکتون؟ نه شما به حضور باشید. دیگر به دره سیاهاب رفتنت را نبینم. به رفیقانت هم گوی. در آنجا گرگ بسیار باشه. دیدی؟ شنیدم. آقا من که خودشان رو باید دادم. سیف جان نبایمه از آقا با خبر باش. موی سفید آفتابی سری کوش را مانده. خواهی منم اویستوشت روام. کارم هم من این کارم نه برای کلوچ ها رحمت نصیب باشد باید 2 سال دیگر کتگی کنم ایگر نمیارزد خیلی سلامت باشید. نه من خودم اخش آمده فتا اما کدرا گوشتم نه من خودم. یعنی این موی سفید هم با وی باور کرده اینا برده در همون سیاها پنهان کرده است. اونجا جای چیشان و همشان نشان داده است که کجا در چه خیلی موی سفید که میداند. لیکن خواتیر میشد. خاطره های به بازگشت، قصه های ناتمام موی سفید نمایشنامه رو باز هم جالب و دیدنی میبخشد و موی سفید هر لحظه رنج و عقوبتش را به دوست دیرینش اسد میگوید. شاید او آرامی را در همین مکان میبیند. موی سفید تمام عمر گرگ یک فعل عجیبی دارد در بین حیوانات. این یکی از حیوانات است که در آیله‌داری اساساً خیلی بقوت است و برای فرزند جانش می‌دهد همین گرگ. انا موی سفید کیم کجا به همین گرگ مانند است. یعنی که همون چی که وی هم اگر یگان گوسفند و پوسفند بیند تیز و یک کلان همون کنده فرو میبرد و بعد به خانه اش رفته
گشته اونها رو برآورده از سری نو بعد به خوردنی و بعد میده کرده بعد خوردن سر میکند گشته. انا موی سفید هم تمام عمر دویده است، یعنی وای همون واقعه های همین خیلی در خود فرو برده و گذشته رفتن. انا وقتی که به کوه میرسد و اندیشه میکند و همون واقعه های از سری نو اثر میگذراند، میبیند که به همون قاتل شدن پسرش این گناهگار است. خود موسی سفید خودش یعنی که در این قضیه موسی سفید خودش رو گناهگار بله و گناه برای همین هم مردن موسی سفید هم از همین چی است، به همین درجه میرسد که وای میفهمد این خیلی آدم، من بر این آدم نباید در روی زمین چی کند، چون که من سببی انا همون پسری قاتل تربیت کردن، اینا من خودم باید قاتل کردم. من اون گاوی زار مونده رو از اولی گوشتین زیر چشم کرده بودم و اگر به جای تو رستمی زال یا دیوی سفید می برآمدم به گوشتی می در آمدم. میدونی چرا؟ ایباد بیمار و گروس نبود، شیری مادرش خشک شد، خودش به درجه لاغر شده بود که قبرهایش از زیر پوست می نمودند. مرا ببخش ایباد، مرا ببخش اثر. آن وقت با تو نه من بلکه احتیاج بزرگ دست به گریبان شده بود. برای ایباد شیر لازم بود. در پریمیر این نمایش وقتی که گفتم که در کلاب برپا شد، همین شادروان آدینه هاشم به صحنه برآمده وای گپ زده نمیتواند بیچاره، همین گلویش پر شده آمد، یعنی که وای الکه همون درد موی سفید حس میکند که این چی وای است. بعد وقتی که در خوجند بازی میکردیم در خودی تئاتر کمال خوجندی، اینجا جورابک مرادف بعدی تمام شدن برآمدن، عیناً همین حالت، همون حالتی که آدینه هاشم داشت. اونجا من بعدی همون فوتی از پراندن همون فتاح خودش لحظه خیلی حساس است. در کجایی که بازی نکنیم مردمی تالار بلند گریه میکردن. همون طوری که گفتیم بسیار یک نمایشنامه تاثیر بخش است. پدر رو در این نمایشنامه بیشتر چه عصبانی چه اندوهگین میکرد؟ خطاهای خودش که از سر گذرانیده است و نفهمیده مانده است. موسی سفید از خطاهای خودش بیخبر مانده است. انا همین چیز خودش موسی سفید میگوید کجا با که این همان کیرم است که درونی مرا میخورد، یعنی انا همون گناههای خودش کرده است. به خانه هیچ کس نآمده است. کی باید می آمد؟ من از کجا میدانم که کی باید می آمد؟ شما کجا بودید موی سفید؟ گوش کن، تو کی باز به کجا رفتن و از کجا آمدنی مرا میپرسیدگی شدی ها؟ یا مهری کجا بودید؟ دسترخوان رو نبرآوردی؟ نان نیست. نان نیست؟ آخر بگویی یک کارسون. من نان را به گیالاکا بردم. دیدی؟ چیه دید؟ چی آرد نداری؟ نان تمام شد یا قحطی آمد؟ نه قحطی نآمده است. تو اقلا میگفتید که نان رو میبرید، ما باز خمیر میکردیم. اکنون برای از خانه نان براری هم من باید از تو اجازت پرسم. فتا کنی. صنف آنها را به علفدری به کلخوز بردن دادا. امان یک بچه را کشته خورید. علفدرها مال و حال فرمایید خانه اتان را هم ویر رو بچین کنند. دخترها چیکار میکنند؟ دادا دخترها حالا میده، مگر آنها علفدر کرده میتوانند. شان و شرفم، ننگ و ناموسم، نام نیک و ریش سفیدم. با همین معنی نورالله عبدالله این صحنه نمایشنامه را ادامه میدهد. از این اپیزود چه خاطراتی دارید؟ در اینجا 8 مونولوگ است. کسی از تاریخ تئاتر خبردار شده باشد، همین شکسپیر یک شاه لیر گفتنی اثر دارد. در این اثر شاه لیر موسی سفیدی که به سن سالی معین رسیده است 3 دختر دارد
و میگوید که وقتی که 29 سالش به جای میرسد و میگوید که من همین تمام مملکتم به 3 دختران تقسیم کرده میتیم، بعد خودم در دولت اونها خرسندی میکنم، کجایی که خواهم میروم خودم دم میگیرم و دخترانم چی میکنن. همین خیلی هم میکند، لیکن همین برابری به تخت چشتنی دخترها هر کدامش که ملک خودش گرفت، هر کدامش اناکون شهلیر به نزد این دخترش میبید، میگوید که من وقت ندارم، تو بهترش که به نزد وی رو. بعد تو در رکابت 1000 آدم، من 1000 آدم چیکار میکنی تو؟ نیمش گیر همینه برای شکار پیکار بود. پیش وی میرد ویش با کمتر میکند، اونش میرد که اخیر به درجه میبید که اگر خودت طاقه بیایی من خودت قبول میکنم، نباشه خودت من به درکار نیستی. و موی سفید در همون باد و باران همراه یک مسخره بازش برآمده و در همون درون کوه ها و در همون جبهت همون شهلی در همین حالت گویا که به هلاکت میرسد، تا درجه هلاکت میرسد در همون بی‌صاحبی با یک مسخره بازش. انا این هم موی سفید من هم عیناً به همین چیز دچار شده است. این هم از دست همون فرزند، آخر سبب همون فرزند که اساساً انا همون فرزند این همون لیر است که در کوهستان انا وای مسخره باز داشت، این اسد دارد. وای مسخره باز کو گپ میزند کیم چی میگه اسد این چیه به هیچ کس گفته نمیتواند. صد دریغ شان و شرفم، ننگ و ناموسم، نام نیک و ریشی سفیدم همش بر عوض. من یافته و تافتم را با نوک سوزن جمع کرده و با شاخه به باد دادم. دیگرانش را کلان کرده گمان کردم که باقی ماندهش از آنها عبرت میگیرند. نه، هر کدام آنها لخچه را با دست خود داشتن میخواهند. یعنی موی سفید خود فقط به خودش میگوید، دردش را خودش میدهد. بله به خودش میگوید و چی. و تا درجه همون که آخرین لحظه ها به اسد میفهماند که من میگذرم و تو من به کجا برده گور میکنی. پرسکا و تفتیش میلیسا هرگز به موی سفید خوش نمی آید و او کوشش میکند که هرچی زودتر آنها را از حولیش بیرون کند. همینطور نه؟ خب از این رفتار و کردار تا کجا پدر ناراضی است؟ یعنی که موی سفید به عمرش هیچ کس در پاره نداده است. بله. و مقدار این پارتی هم نمیداند که این پاره چی و همون نفقه 40 سوم 50 سوم باشه، انا همون نفقه هم تو و میداند که مردم میگیرن اون پاره، حتی با باوری میگوید که میگیرید. بعد وقتی که چی موی سفید ترجمه نهایت بوی دارد. تو عاقل و کهدان، تهخانه و بالاخانه، آشخانه و روزگارخانه مرا کافته دیدی، همتونه؟ فرض کردیم خودمان را هم چند باری پرس و پاس و ترگاو کردی؟ درست، لیکن تو حالا صبر کن. تو به گپ من گوش ده. رفته به خوجینهایت گویی که وی نیست، تو او را نیافتی، من به تو پول میدهم 2000 سوم. چیه؟ تو گویی که ایباد را نیافتی، من به تو پول میدهم. شما آخر تو در حقیقت هم او را نیافتی که 2000 سوم پولی کم نیست. شما موی سفید 3000 سوم میدهم، 3.5. شما یا مسخره باز چی نمیگی؟ موی سفید میدانید من برای این کار تا شما را میگیری. وای هر آدم میتواند در جایش شیناند. مثلا همونجا یک بنگی است، نقش اصل بیگ نظری بازی میکند، وای قصد گرفتنی از موی سفید و با یک کلمه موی سفید ببینید چقدر او را میگرداند. در یک لحظه که با میلیسا افشا نکرده، میلیسا نمیفهمند گپ درباره چی شده ایستاده. از ابتدا تا انتهای نمایشنامه چرا اسد خاموش است و با دقت به سخنهای موی سفید گوش میدهد؟ شاید او زبان گویا ندارد. چه واقعه‌های از سر گذرانده است؟ بله، اسد زبان گویا ندارد، او گونگ است در حقیقت. وقتی که وای پهلوانی گوشتینگیر بود همون اسد، بعد در یک توی رئیس همون
колхоз масалан дар ҳамун тӯй як модагава мебарорад дар саҳна ки касе ки ҳамин чӣ кунад ҳамин модагав соҳиби ҳамун анакун асаду мӯйсафед ҳардуяшон бисёр ҷураи наздик буданд аз ҳамон бачагӣ ҳарчанд ин калонсолтар аст асад нисбат ба мӯйсафед бо калонсолтар аст лекин дар хона ҳамин ибод кӯдаки нав таваллуд шудагӣ шири модараш хуш шудааст кӯдак он қадар хароб аст ки қабурғаҳояш менамоянд дар ин ҷа гови ширдора сари чӣ мондаанд барои ҳамин ин қатъи ҳамун асад ба гӯштин медарояд гӯштин мегирад барои он ки ҷураи беҳтарини худаша медорад ки ман ҳамун гова гираму барои ҳамун фарзандаш барои ҳамун ҷинояткор шир барое ки бо бахшишам мепурсад ҳамун сариваз ки маро бубахшисад он вақт бо ту на ман балки эҳтиёҷ даст ба гирья бонда шуда буд барои асад барои ибод шир лозим буд барои ана баъди ин вай аз қишлоқ баромада рафт асад бо ҳамин дар кӯҳ монд ҷоямро тайёр кун асад ман монда шудам медонӣ вақтҳои охир кӯдакони рафтаамро ёд мекунам ҳасану ҳусейн кенҷа духтарону ҳамаашон ҳамон хел ҷавон ҳамон хел зебо онҳо маро шеър мезананд дар ин намоишнома мӯйсафед гоҳе механдаду гоҳе ашк мерезад гоҳе ангушти пушаймонӣ мегазаду гоҳе аз воқеаҳои гузашта қисса мекунад намоишнома ки бо фоҷиа анҷом меёбад тамошояш низ хело дарднок аст ҳамин тавр не хеле ки гуфтам ин намоишнома аввалаш қадами аввалине ки саҳна мебарад ин охири намоиш аст ана ҳамун мӯйсафед баъди он ки ин воқеа рӯй дод гӯё ки афтидаву 2 моҳ дар бистари беморӣ ин ба гуфтан осон яъне мӯйсафед 2 моҳ бемор будааст хоб будасту акнун хеста кӯҳ меравад мӯйсафед худаш медонад ки ба куҷо меравам мӯйсафед яъне ки мурданӣ меравад вай худаш медонад ин аллакай барои ҳамин асада мегӯяд ки ту мана ба куҷо мебурӣ лекин дар ҳамун картинаи якум дар ҳамун саршавии аввал ҳамун гапи охирине ки аброр мегӯяд инам охир фарзанд аст амоам ҳарчанд ки чӣ вақте ки мефаҳмад ки аҳволи акам вазнин шуд мегӯяд яъне ана ҳамун 2 моҳе ки касал буд ҳамунҷа ҳамин оғоз аст оғози ана ҳамун касалии 2 моҳа мегӯяд аҳволи акам вазнин шуд чӣ инам давиданӣ мешавад احوال حکم باز هم بدتر شد سپاس میگویم که اطراف مضمون و محتوای نمایشنامه بسیار هم تماشابا بسیار هم پرمضمون یعنی افسانه های مویسفید با مو بیننده تلویزیونی سفینه روشنی انداختید. بسیار نقش عالی بود، بسیار نمایشنامه یعنی تاثیر بخش
زیبا و دلکش بود. در کار ایجادیتان برای را تمنا میکنیم و سعادت روزگار نصیبتان. بینندگان گرامی، قهرمان برنامه امروزه نقش بودند هنرپیشه دوست داشتنی تئاتر و سینما، کارگردان بسیار هم موفق، درامانویس تاجیک، هنرمند خلقی تاجیکستان نورالله عبدالله. برنامه نقش انجام می‌یابد به شما تن صحتی و خانه آبادی. تمنا داریم.